سلام بچه‌ها. امروز میخوام یه نقاشی فانتزی فوق‌العاده زیبا رو یادتون بدم. قبل از هر چیز یه خط میکشیم، یه خط تقریبا حلال، یه اشکم بالا سرش. یه بار دیگه نگاه کنید، یه خط تقریبا حلال و یه اشک بالای سرش، یه اشک کج. بچه‌ها لایک کنید، اول زود باشید، اول لایک کنید. خب حالا میریم بقیهش. خب وقتی که این اشک رو کشتیم، از نصفای اشک، خب از وسطاش یه همچین چیزی رو بکشید. یه بار دیگه نگاه کنید، از وسطای اون اشک یه همچین چیزی رو بکشید، یه حلال کوچولو و یه چیز دراز. خب از وسط حلالی که کشیدین دوباره یه همچین چیزی رو بکشید. نمیدونم چجوری توضیح بدم، نگاه کنید یاد بگیرید. یه بار دیگه از وسط اون حلالی که کشیدید یه همچین چیزی رو بکشید. فکر کنم فهمیدید چی کشیدم. یه دختر خانم که یه رکابی پوشیده. حالا پاهاش بچه ها، این برای پاشه، یه دامن بلند پوشیده و نشسته رو به ساحل مثلا. اینم سایه‌های دامنه. یه بار دیگه از اونجا یه خط از اینجام وصل میکنیم به هم دیگه و یه 8 به عنوان سایه. دیگه خودتون خوشگلش کنید بچه ها. لایک یادتون نره، منو حمایت کنید بچه ها. اینو دیگه خودتون راست و ریستش میکنید، پر رنگش میکنید، موهاش رو رنگ میکنید، هر جایی به نظرتون کجه کوله درستش میکنید. ببینید چی شد. در آخر یه همچین چیزی در میاد. خیلی آسون، دیگه از این آسون تر نمیشد بهتون توضیح بدم. منم که اینو رو سفالم کشیدم، فوق العاده خوشگل شده بود. ببینید چقدر خوشگل شده. لباساشو رنگ کردم، اسپری زدم و عالی شده بود. تا آموزش دیگه خدافظ، دوستتون دارم. لایک. آموزش اینو تو پست بعدی بچه ها گذاشتم، حتما ببینید. اینم خیلی خوشگل میشه. منتظر پست بعدی باشید.